بعد از مسیحی شدن ارمنستان هنوز یه مشکل بزرگ وجود داشت. جای یک کلیسای بزرگ خالی بود. اما یک شب گریگور روشنگر خوابی رو دید. توی خواب مسیح به زمین اومد و با نور محل ساخت اولین کلیسای ارمنستان رو مشخص کرد و از همین خواب اسم این مکان انتخاب شد، اچمیادزین، یعنی فرود آمدن تک فرزند. بعد از این خواب شاه تیرداد و گریگور روشنگر ساخت کلیسای اچمیادزین رو شروع کردند و در سال 303 میلادی اولین کلیسای جامع مسیحی جهان در اینجا ساخته شد. اما یه چیز عجیبه. روی یکی از دیوارهای این کلیسا یه طرح از شاه عباس صفوی دیده میشه. چرا تصویر یه شاه ایرانی باید روی دیوار کلیسای اچمیادزین باشه؟